خیلی وقتا یه سری از مردم میگن مثلا فلانی امروز خوشحاله، فردا ناراحته، پس اختلال دو قطبی داره. ما به عنوان یه فرد عادی نمیتونیم به کسی برچسب بزنیم که این مثلا افسردگی داره، دو قطبی داره، اضطراب داره. تشخیص کار یک متخصصه، نه کار شما و هیچ کس دیگه. اختلال دو قطبی دوره هایی درش هست. یکی از دوره هاش دوره مانیاست که تو این دوره فرد حالت سرخوشی زیادی داره، پر انرژی میشه، رفتارهای بی‌محابا داره و پر ریسک و در کنارش دوره‌های افسردگی رو هم تجربه میکنه و این هفته‌ها و ماه‌ها طول میکشه. علاوه بر اون این اختلال انقدر تو فرد تاثیر میذاره باعث میشه عملکردش مختل بشه. حالا تو زمینه کار میتونه باشه، تو زمینه تحصیل میتونه باشه، در زمینه زندگی میتونه باشه. پس حواسمون باشه و به خودمون یادآوری کنیم به راحتی نمیتونیم به بقیه انگ بزنیم، بهشون برچسب اختلال بزنیم و این کار یک متخصصه.